به این سالها آن وقت خیال میکنند که او را شناختند. اگر به یک آدم بزرگ بگویید که خانه قشنگی دیدم که دیوارش از آجر قرمز بود و یک عالمه گل پشت پنجره ها و روی پشت بامش هم پر از کبوتر بود، هیچ وقت نمیتواند آن خانه را تجسم کند. حتما باید بگویید یک خانه 100,000 فرنگی دیدم. آن وقت مطمئنا میگوید وای چه خانه قشنگی. یا اگر به آدم بزرگها بگویید که شازده کوچولو وجود داشت، چون هم خوش صحبت بود، هم میخندید و هم دلش میخواست که یک گوسفند داشته باشد، که همه اینها دلیل بر این است که او وجود دارد، در این صورت آنها حتما شانه بالا میاندازند و به شما به چشم یک بچه نگاه میکنند. اما اگر بگویید شماره سیاره‌ای که شازده کوچولو از اونجا اومده پی 428 است، آن وقت حتما حرفهایتون رو باور میکنن و دیگر 1000 جور سوال بی ربط از شما نمیپرسن. این اخلاق آدم بزرگ هاست. شما هم نباید از دستشان دلخوش شوید. بچه ها باید نسبت به آدم بزرگ ها گذشت داشته باشن. ولی برای ما که واقعیت زندگی را میفهمیم، اعداد به نظرمان مسخره میآیند. دوست داشتم این داستان را مثل قصه شاه پریان تعریف کنم. دلم میخواست بگویم یکی بود یکی نبود. یک شازده کوچولویی بود که توی سیاره‌ای زندگی میکرد که یه ذره از خودش بزرگتر بود. این شازده کوچولو دنبال این بود که برای خودش یک دوست پیدا کنه. برای آنهایی که واقعیت زندگی را درک میکنن، اینجور قصه گفتن بیشتر به واقعیت نزدیک است. دوست ندارم کسی کتابم را سرسری بخواند. تعریف این داستان باعث می شود که غم سنگینی روی دلم بشیند. 6 سال از رفتن دوست من و گوسفندش گذشته و اگر سعی می کنم که او را توصیف کنم، برای این است که دلم نمی خواهد فراموشش کنم. خیلی بد است که آدم دوستش را از یاد ببرد. همه که دوست و رفیق ندارم. من هم می توانم مثل آدم بزرگها فقط به اعداد و ارقام فکر کنم. برای همین است که یک جعبه مداد رنگی خریدم. برای آدمی به سن و سال من خیلی سخت است نقاشی کند. آن هم در شرایطی که در تمام عمرش فقط یک مار بای باز کشیده باشد و یک مار بای بسته. البته تا آنجایی که ممکن است سعی می کنم که از او چند تا عکس بکشم. ولی مطمئن نیستم که این عکس‌ها خیلی هم شبیه خودش باشد. چون بعضی از نقاشی‌هایم خوب از آب در نمی‌آید و بعضی‌هایش هم نه. یک دفعه زیادی بلندقد از آب در می‌آید، یک دفعه خیلی کوتاه. در مورد رنگ لباسش هم باید بگویم که خیلی مطمئن نیستم درست باشد.